گربه تو دست و پای آدم له نشن. چقدر جمعیت گربه زیاد شده. آقا پسر سربازمون ما رو همراهی نکرد با هم باشیم، از کنار هم بودن لذت ببریم. هر جا میرین گربه ها نمیبینی؟ بکشم زیر پامون داره میاد با همون. آره نیومد دیگه. ما با دختر اومدیم پارک، با هم یه غذا حاضری گرفتیم خوردیم. آیده خانم الان ناراحته که چرا سوسیس گرفته خورده، چرا کوکتل پنیری ها رو با سس گرفته. ولی وقتی داشت میخرید داشت حال میکرد، با عشق انتخاب کرد. خریدش حس گناه داشت. پس چرا اصلا تو خریدی با حال خوب و خنده، اومدی تو ماشین نشستی، درشو باز کردی، با ولع خوردی. وقتی تموم شد خانم احساس گناه کرد. وای الان احساس گناه شما میبینی تو چهره ایشون؟ نه تو پرستش اصلا من از خرید تا اون سس داشتم. پس رو خوردی؟ تو که میدونی من اصلا قبول ندارم این غذاها رو. من اینکه پول دادی شما. من گفتم خودت رو انتخاب کن. با نگاه تو رو خدا حالا میندازه گردن من. بهش کارت دادم میگم برو بخر. انتخاب تمام با تو بود. انتخابم کردم. خب اشکال نداره، دفعه دیگه نخر مامان جان، نوش جونت. الان خوردی کیف کردی، دفعه دیگه نخر، نخور. اوکی باش. انتخاب خوبیه دیگه، روش خوبیه دیگه. کی بشه الان کرد، دفعه دیگه نمیخوره.